به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و شیرین شروع می‌کنیم. کتاب سورا، نویسنده پاپوس ژرار آنکوس هستش، مترجم سودابه فضایلی و نشر سالس در سال 1377 چاپ اول این کتاب رو انجام داده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. سورای کولیان کتابی شگفت‌انگیز است. این کتاب با نام تارو، سورا، تورا، روتا مبنای تعلیمات ترکیبی مردم قدیم بوده است. سورا از قدیم در اختیار کولیان بوده است. انجیل هاست. این کتاب همان لوح زمرد هرمس یا کتاب هرمس مثلث است. نخستین کتاب مقدس مکاشفات از تمدن‌های باستان. شخص متفکر از طریق سورا کلید سنت بسیار پیچیده ای را باز می‌یابد. ریمون لول بر مبنای سورا کتاب هنر عظیم را نوشت و موفق شد مغز بشر را با سورا مقایسه کند. ژروم کاردن کلید چیزهای پنهان را بر اساس سورا تعریف کرد و لویی کلود دو سن مارتون فیلسوف در سورا خطوط رمزآمیزی را توصیف می‌کند که در آن خداوند جهان و انسان را به وحدت می‌رساند. به برکت سوراست که ما می‌توانیم این قانون ترکیبی پنهان در تمامی نمادگرایی‌ها را بازیابیم و گسترش دهیم. تقدیم به علوم قدیسه و به تمام پیروان آن، تنها کلید علوم خفی سورا، منحصراً برای استفاده جویندگان حقیقت. ابتدا نوشته کوتاهی رو در مورد نویسنده برای شما میخونم و سپس کتاب رو شروع میکنیم. پاپوس دکتر ژرار آنکوس در 13 ژوئیه سال 1865 در کورونی اسپانیا به دنیا آمد. پدرش فرانسوی شیمیدان لویی آنکوس و مادرش اهل والادولید اسپانیا بود. ژرار کودکی و نوجوانی خود را در محله مونمارتر پاریس که پدر و مادرش از 1869 در آنجا مقیم شده بودند گذراند. او پس از تحصیلات متوسطه وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اخذ درجه دکترا تمام وقت خود را به علوم قدیمه تخصیص داد. او تمام مکتوبات خود را با اسم پاپوس پزشک دوران باستان نوشت. اولین کتاب‌های او در 1884 به چاپ رسید، یعنی زمانی که بیش از 19 سال نداشت. نام مستعار پاپوس از نام آپولونیوس اهل تیان مأخوذ است. پاپوس با آپولونیوس به توسط اولین استادش آشنا شد. این استاد عالم بزرگ علوم قدیمه الفیاس لوی بود و کتاب‌های پاپوس را با مراقبت و دقت خاصی مطالعه می‌کرد. ژرار آنکوس پاپوس فیلسوفی علامه، نویسنده‌ای متبحر، خطیبی ماهر و خوشرو و مروج نامدار علوم قدیمه در قرن 19 است. او در فرانسه و در خارج از فرانسه شناخته شده و مورد قبول بوده است. فهرست کامل آثار او بدون برشمردن تعداد زیادی از ترجمه‌هایش به 160 عنوان می‌رسد و بر این همه بجاست که نیروی او را در مداوای امراض، از معالجه امراض یا ازداد طب معالجه امراض با مشابهات و طب روحانی افزود. اگر کشفیات فوق‌العاده و شگفت‌آورش را می‌شناختید، اگر از خوشخویی و خوشقلبیش
اشتیاقی برای کمک به خلق و خضوع و خشوع و فروتنیش خبر داشتید، اگر می‌دانستید که پس از دیدار با استاد فیلیپ لیونی چه عشق سوزانی به عیسی مسیح در دلش جوشیده بود، آنگاه شما نیز در می‌یافتید که پدرم، این مرد مهربان و وظیفه‌شناس، مرد عمل در آخرین گذرش بر زمین که بود. او پزشک بود و رئیس مریضخانه سیار در زمان جنگ از 1914 تا 1915 شد و تمام وقت خود را به درمان زخمی‌ها چه فرانسوی و چه آلمانی اختصاص داد. سرانجام پس از کاری طاقت فرسا که به رغم خستگی ناشی از فعالیت فکری و جسمیش در بیش از 30 سال به انجام رسانده بود، از نظر روانی و جسمی بیمار و بستری شد و پس از یک بازگشت کوتاه به زندگی سرانجام در همان بیمارستانی که کار خود را شروع کرده بود درگذشت. او قربانی روحیه فداکار و حس وظیفه شناسیش شد، قربانی از خودگذشتگی بی‌دریغش در برابر همگان، اعم از مؤمنان یا بی‌اعتقادان که در خطر جسمی یا روحی قرار داشتند. او کسی بود که هرگز وقتش را به بیهوده نگذراند، چه به عنوان یک پزشک حاذق و چه به عنوان یک فیلسوف. او نه تنها در علم باطن قادر به تعمیم و تسهیل آن برای همگان بود، بلکه در این مورد مکاشفات بسیار داشت. دکتر فیلیپ آنکوس. و مقدمه طولانی هم از مترجم داره که من فاکتور میگیرم و برای شما نمیخونم، البته بسیار زیباست این مقدمه. خب کتاب رو با هم شروع میکنیم. سورا نسل پشت نسل به توسط کولی ها منتقل شده و به ما رسیده است و چنانچه تمام دانشمندان عرفان و علوم قدیمه همچون گیوم پوستل، کورد و ژیلن، اطلا و الفیاس لوی و ژ وایان گفته‌اند، سورا قدیمی ترین کتاب عرفانی از عهد باستان است. کلید ساخت و به کار گرفتن سورا تا قبل از این باز نشده بود. من می‌خواستم جای خالی آن را با تقدیم به جویندگان راه حقیقت پر کنم و آن را به کسانی تقدیم می‌کنم که عناصر علوم قدیمه را می‌شناسند، چرا که وسیله است بیچون چرا از برای پیشبرد تحقیقات آنها. واژه مقدس، واژه قبالایی یهوه. اگر ما به سنت باستانی شفاهی عبریان یا قبالا باور کنیم، واژه مقدس وجود دارد که چنانچه هر موجود فانی تلفظ حقیقی آن را پیدا کند، کلید تمام علوم الهی و بشری را خواهد یافت. من توضیح رو در مورد قبالا به شما بدم. از ریشه قبله به معنی پذیرش است. آیین قبالا یا عرفان یهود سنتی شفاهی بوده در قرن 11 و 12 در میان یهودیان اسپانیا و جنوب فرانسه. افکار قبالایی تدوین شد و نخستین آثار مکتوب قبالایی که تفسیر عرفانی بر اسفار خمسه در کتاب مقدس بود به وجود آمد. یکی از مهمترین کتاب‌های آنها سفر باهر یا کتاب روشنایی است. اعتقاد آنان بر مبنای ارتباط خداوند و جهان است. هسته اصلی قبالا را میتوان در گفتارهایی که در تلموذ آمده و در میان قنوسیان و پیروان فیثاغورس دنبال کرد. هدف قبالا برقراری ارتباط میان جهان اکبر و جهان اصغر است و بیداری در برابر شر و نفس اماره و نائل شدن به کمال. تمرکز اصلی تعالیم قبالا بر نجوم، حروف و اعداد است. اما ادامه بحث. این کلمه را هرگز تلفظ نمی کردند و خاخام بزرگ آن را یک بار در سال در میان فریاد مردم عادی ادا می کرد. این کلمه است که بر قله هر طریقت عظیم و گسترده قدیم علم و دارالعلم و مکاتبی در اختیار داشته است. هند و مصر
هنوز هم از بازمانده های گرانقدری انباشته است که وجود این علم باستانی را ثابت می کند. ما امروزه بر آن هستیم که ثابت کنیم در مجموع شناخت‌های به دست آمده شاخص غالب این تعلیمات ترکیبی است جمع آمده در چند قانون به شدت ساده و اگر ما تمامی این ترکیب را به دست دهیم منجر به چند علت خواهد شد که بیجا نیست آنها را برشماریم. در عهد باستان علم فقط به افرادی منتقل می‌شد که با آزمایش‌های بسیار امتحان شده بودند. این انتقال در معابد صورت می‌گرفت و عرفان نام داشت و عالمان بر آن عارف یا سالک نامیده می‌شدند. پس علم امری سری یا خفیه بود و از همینجاست که معاصرین نام علوم خفیه یا قدیمه را بر ترکیب یا سنتز قدیم گذارده‌اند. دلیل دیگر رواج اندک این تعلیمات عالیه طویل و مشکل بودن سفرهایی بوده است که سالک راه میبایست به آنها اقدام ورزد تا در مرکز مهمترین اسرار علمی قرار گیرد. معاهازا وقتی سالکان احساس می‌کردند لحظه‌ای فرا رسیده که ممکن است تمامی این علوم به دست ابنای بشر از بین برود، تمامی کوشش خود را به کار می‌بستند تا این ترکیب یا سنتز را از نابودی نجات دهند. 3 شیوه اساسی برای این کار معمول بوده است. 1. انجمن‌های سری، ادامه مستقیم آیین‌های عرفانی قدیم. 2. نهله‌ها یا نهله‌های عرفانی، برگردان تمثیلی تعلیمات عالیه به زبان ساده برای عوام الناس. 3. و سرانجام خود مردم که ناخودآگاه امانتدار علوم می‌شدند. حال ببینیم هر یک از این گروه‌ها چه چیز بر جای گذاشتند. انجمن‌های سری. مکتب اسکندرانی منبع اصلی تولد انجمن‌های سری غربی است. پیروان این انجمن‌ها اغلب به شرق پناهنده می‌شدند و غربی‌ها به تازگی در هند و تبت به وجود اخوت باطنی که ترکیب قدیم را در اختیار داشته پی بردند. اما غربی‌ها به حضور این علم در شرق آنقدر اهمیت نمی‌دهند که به تاریخچه شکل‌گیری انجمن‌های سری در غرب. مکتب افلاطونی اسکندریه، اولیایی و عرفانی اوایل قرن سوم که در اوایل قرن ششم زیرزمینی شد و آخرین نمایندگان آن به ایران گریختند. زنجیر انتقال علوم قدیمه در غرب عبارت است از حکمت قنوسی، اعراب، کیمیاگران، پیروان هیکل، پیروان صلیب، گل سرخ و غیره که من توضیحاتی رو در مورد حکمت قنوسی و پیروان هیکل برای شما میخونم. حکمت قنوسی نظام فلسفی مذهبی است که بر خودشناسی و پس از آن بر خداشناسی و در مرحله آخر به دانش کامل نسبت به مطلق بنا شده است و در این مرحله آخر است که آنان اجازه دارند تمام مسائل مربوط به الوهیت، انسان و جهان را حل کنند. این شناخت جوهری و الهامی است و با اشراقی ناگهانی و تعیین شده فقط برای سالکانی خاص در نظر گرفته شده است و به رستگاری میرسد. قنوسیان معتقدند که از این طریق است که شخص ممکن است نجات یابد و نه از راه ایمان یا اعمال خود. آنان با هر گونه تعصب مذهبی مخالفند و به رستاخیز و زندگی‌های متوالی اعتقاد دارند. این اعتقادات گاه با ریاضت و عزلت همراه می شود. حکمت قنوسی از یک شریعت برنخواسته است، بلکه در درون هر شریعتی وجه عرفانی آن که با جمع آمدن گروه کوچکی از سالکان شروع شده، حکمت قنوسی آن مذهب را شکل داده است. مؤسس حکمت قنوسی مسیحیت سیمون موق بازدید
و غیره بودند. حکمت قنوسی یهودی را فیلون اسکندرانی به وجود آورده و آن را آیین قبالا می‌خواند. حکمت قنوسی در اسلام، در عرفان اسلامی و در میان دروزیان وجود دارد. در ایران مغان یا مجوسان برین شیوه از تفکر بودند و حتی از واژه مگ یا میج که به معنای مخ یا مخ و تمام عرفای شروع کننده راه‌های عرفانی غرب این عنوان را بر اسم خود دارند. میتوان نتیجه گرفت که آشنایی آنان با مغان یا مغان ایران این فلسفه را به غرب معرفی کرده است. لکن در هیچ یک از دایرةالمعارف‌های معروف جهان نام مغان ایران یا مغان ایران به عنوان مؤثرترین اصل عرفان غرب دیده نمی شود. قنوسیان در مکاتب هندی و بودایی نیز وجود داشتند. رد پای حکمت قنوسی در اروپای غربی در بسیاری از علوم قدیمه و در چندین جریان فلسفی معاصر به خصوص در الهیات جدید دیده می شود. مکتوبات حکمت قنوسی فقط در نقل قول‌های ایرنه قدیس آمده بود تا اینکه در سال 1946 کتابخانه‌ای از حکمت قنوسیان و درویشان در نزدیکی نگهمدی یا نگهمدی در مصر علیا کشف شد. حکمت اشراق سهروردی مرتبط با حکمت قنوسیان است. اما توضیحاتی در مورد مکتب هیکل. مکتب هیکل در 1119 توسط سلحشوری موسوم به هوگو دو پن و چند سلحشور دیگر فرانسوی در اورشلیم تأسیس شد. آنها نام سلحشوران فقیر مسیح را بر خود گذاشتند و دستورات آگوستین قدیس را تقلید کردند. شاه اورشلیم بودین دوم آنان را در قصری نزدیکی هیکل قدیمی سلیمان سکنا داد. در 1128 این مکتب شکل اساسی خود را گرفت و قوانین جدی بر آن وضع شد. سپس گروه بنیانگذار به غرب آمدند و مکتب هیکل را در غرب اشاعه دادند. در 1148 پاپ به آنان جامه‌ای خاص داد، خرقه‌ای سفید با صلیبی سرخ رنگ. مکتب هیکل بسیار وسعت گرفت و ثروتمند شد. اما در قرن 14 به بهانه پشتیبانی آنان از مسلمین، لکن در واقع به دلیل داشتن مخازن مالی سرشار مورد ضرب و شتم کلیساییان قرار گرفتند و سرانجام به خواسته شاه فرانسه و به دست دادگاه تفتیش عقایق بسیاری از آنان به زندان افتادند و زیر شکنجه هلاک شدند. مکتب عرفانی معبد تکفیر شد و تمام اموال آنان برای ایجاد دارالایتام و مریضخانه مصادره شد. اما به این مصرف نرسید، بلکه به دست شاه و سران کلیسا حیف و مل شد. اما در مورد مکتب سرخ هم من برای شما پیروان صلیب گل سرخ هم برای شما مطالبی رو میخونم. مکتبی اشراقی که پیروان آن در قرن 17 در آلمان می‌نویسند. نام این مکتب مأخوذ از کتابی است که در سالهای 1614 تا 1615 در آلمان بدون نام مؤلف موسوم به Reformation All Gemeine and General به معنای تغییر عمومی و کلی منتشر شد. در این کتاب 7 حکیم یونانی در باب تحول دنیا مشورت می‌کنند و در آن نویسنده از وجود یک جمعیت سری به نام صلیب گل سرخ پرده برمی‌دارد و هدف آنان را تشریح می‌کند. از همان تاریخ به خصوص پس از تجویه‌هایی که در باب این کتاب انتشار یافت، گروه‌های مختلف عرفانی که از قرن 16 به طور محرمانه فعالیت داشتند با نام و تحت ریاست صلیب گل سرخ متحد شدند و صلح جهانی و
مذهب بین‌المللی را شعار خود قرار دادند. این گروه که از اجتماعات متحده بدون ریاست مرکزی تشکیل شده بود، از قرن 17 در سراسر اروپا بسیار اشاعه یافت. لکن در طول سالها مقام پرستی و عوامل منفی وارد این مکتب شد و موازین آن از هم گسست. حدود سال 1888 گروهی از نویسندگان علاقه‌مند به عرفان از جمله بارله، گیتا، آدام پاپوس مؤلف همین کتاب و پلادان سعی کردند صلیب گل سرخ را بازسازی کنند. لکن این گروه همچنان چندان نپاییدند و شاید صلیب گل سرخ هنوز هم به صورت جمعیت سری باقی مانده باشد. کافی است گوش چشمی به تعلیمات این انجمن‌ها بیاندازیم تا ببینیم که مکاتب فعلی به تقریب تمام مفاهیم واقعی نمادهای سنتی را از دست داده‌اند و به ته‌مانده‌ای از آیین‌ها و آداب قدیم چسبیده‌اند و دوره به دوره آن را منتقل می‌کنند. تمام مراسم آیینی امروز که به توسط نمایندگان مکاتب عرفانی غرب اجرا می‌شود و ظاهراً نشانگر تعلیمات عمیق عهد باستان است، به نظر سخت و مسخره می‌رسد. معاذا باید متفکران بزرگی چون راگون و برخی دیگر را مستثنا کرد. روی هم مکاتب عرفانی غرب از برآوردن تعهدی که به آنها سپرده شده بود ناتوان مانده و نتوانسته به خصوص این قانون ترکیبی را که ما جستجو می‌کنیم به مرحله عمل درآورد. اما نهله‌های عرفانی، انجمن‌های سری بدین منظور به وجود آمده بودند که در نمادگرایی خود بخش علمی عرفان را مستقل کنند، حال اینکه نهله‌های عرفانی به این منظور بودند که بخش فلسفی و ماوراءالطبیعه آن را انتقال دهند. تمام وابستگان نهله‌های عرفانی قدیم عارف بودند، یعنی می‌دانستند که فقط یک مذهب وجود دارد. نهله‌های عرفانی فقط برای منتقل کردن این مذهب به افراد مختلف با طبیعت‌های خاص این افراد است. از این باور نتیجه مهم به دست آمد، اینکه یک روحانی متعلق به هر مسلکی که بود در تمام معابد با احترام پذیرفته میشد و تقدیم قربانی او به هر یک از این معابد مورد قبول واقع میشد. با این همه این امر کوچکترین ارتباطی به چند خدایگیری نداشت، چنانچه خاخام بزرگ یهودی در هیکل اورشلیم اسکندر کبیر را پذیرفت و او را در قدس الاقداس به تقدیم قربانی راهنمایی کرد. جدل مذهبی‌ها برای اثبات برتری یک آیین مذهبی بر آیین مذهبی دیگر عارف را بسیار می‌خنداند، زیرا او قادر نیست تصور کند که انسان‌های هوشمند بتوانند وحدت تمامی آیین‌های مذهبی را در یک مذهب نادیده بگیرند. فرقه‌گرایی و تعصب نسبت به آیین‌های شخصی علت اصلی از دست رفتن کامل تعلیمات سری شد که کلید وحدت ترکیبی را به دست می‌داد. می‌باید کاری عظیم انجام شود تا ترکیب در مذاهب غربی بازیافته شود. تنها یهودیان هستند که نه فقط روحیه بلکه حتی ادبیات سنت شفاهی خود یا قبالا را در اختیار دارند. انجیل نوشته شده به زبان عبری از این نقطه نظر یکی از عجایب است. این انجیل تمامی سنت‌های خفیه را در بر دارد، اما از مفهوم واقعی انجیل هرگز پرده برداری نشده است. فقط در آثار فابر دولیو این کار پرارزش شروع شده است و تفسیر عرفانی سفر پیدایش توسط سنت ایو به انجام رسیده است. هرچند اعقاب جاهل تفتیش عقاید که در روم بر مسند نشستند این آثار را مردود شمردند. آینده قضاوت خواهد کرد. با این وصف هر آیینی سنت خود و کتاب مقدس خود را دارد و به کسانی که بتوانند وحدت آیینشان را با آیین‌های دیگر درک کنند آموزش می‌دهد. سفر پیدایش موسی کتاب یهودیان است.
مکاشفات یوحنا و اناجیل کتاب مسیحیان است. قدیسه کتاب ظاهراً چند خدایی یونانی است. انعای کتاب رومیان، ودا از آن هندوان و قرآن مسلمانان شناخته شده تر از آن است که نیازی به معرفی داشته باشد. اگر کلید این کتاب‌ها را در اختیار داشته باشیم، یک نظریه ابراز می‌کنند. این کلید را که برای گشودن در عرفان است، فرقه گرایان مکاتب غربی گم کرده‌اند. پس بیفایده است بیشتر در میان آنها بچرخیم. مردم حکیمان عهد باستان در مورد آینده علوم خفیه هیچ تصوری نداشتند و در واقع حفظ و حراست و همچنین پیشرفت آن را به خرد و فضیلت نسل‌های آینده سپردند. مردم به انتظار کسانی که ایمان به آنان داشتند هرگز دچار اشتباه نشده بودند. هیچ چیز از حقیقتی که در اختیار داشتند نمی‌فهمیدند. هیچ تغییری را بر آن روا نمی‌دانستند و کوچکترین صدمه‌ای که به آن وارد می‌آمد چون گناهی کبیره می‌انگاشتند. و بدین ترتیب است که یهودیان تمامی ادبیات اسفار موسی را اینچنین دست نخورده برای ما باقی گذاردند. آوردن کتابی برای قومی تا آن را با احترام ستایش کند و آن را همواره دست نخورده حفظ کند عالی است، اما بهتر از آن آوردن کتابی برای قومی تا به او اجازه زندگی دهد. آن قومی که از دوران باستان تعلیمات قدیمه به او منتقل شده قوم کولی است. کولی ها هم صاحب کتاب هستند. این کتاب موجب می شود آنان زندگی کنند، زیرا باعث می شود حوادث خوب را از پیش بدانند و به خود جلب کنند. این کتاب برای تفریح خاطر دائمی آنهاست، زیرا سرگرمشان می کند و مشغولشان می دارد. این سرگرمی خاطر موسوم به سورا از قدیم در اختیار کولی ها بوده است. انجیل هاست. این کتاب سوس هرمس مثلث است. کتاب حضرت آدم است این و اولین کتاب مقدس مکاشفات از تمدن‌های باستان است. حال که عرفان غربی افراد هوشمند و با فضیلت سنت خود را از دست داده است، حال که کشیشان و روحانیون افراد خردمند و فاضل عرفان خود را از دست داده‌اند، کولی‌ها این افراد جاهل و شرور کلیدی به دست ما می‌دهند که اجازه می‌دهد تمام نمادهای معنوی عهد باستان را بدون اشکال توصیف کنیم. چگونه ستایش نکنیم حکمت کولی‌ها را که از شر بیش از فضیلت استفاده می‌کردند، لکن ثمره نیکی به دست آوردند. چنانچه کور دو ژوبلن و به خصوص وایان اظهار داشتند کتاب سوریای کولی‌ها کتابی شگفت‌انگیز است. این کتاب با نام تارو، سورا، تورا و روتا به تناوب مبنای تعلیمات ترکیبی مردم قدیم بوده است. شاید مردم عادی سورا را جز وسیله‌ای برای تفاعل نمی‌بینند، لکن شخصی متفکر از طریق سورا کلید سنت بسیار پیچیده‌ای را باز می‌یابد. ریمون لول بر مبنای سورا کتاب هنر کبیر را نوشته است و موفق شده است مغز بشر را با سورا مقایسه کند. ژروم کاردان در باب کلید سورا رساله سرعت تاثیر را نوشته است. گیوم پوستل در باب سورا کلید چیزهای پنهان را تألیف کرده است و لوئیس کلود دو سن مارتن فیلسوف گمنام در آن خطوط رمزآمیزی را توصیف می کند که در آن خداوند جهان و انسان را به وحدت می رساند. به برکت سوراست که ما می توانیم این قانون ترکیبی پنهان در تمامی نمادگراهی ها را بازیابیم و گسترش دهیم. مثلا حروف رمز INRI و یهوه همان رمز را در وجوه مختلف نشان می دهد و سورا نیز کاملا بر مبنای همین حروف ساخته شده است. در نمودار صفحه قبل سورای یهوه و INRI بر هم منطبق شده است.
رمز INRI یعنی عیسی ناصری شاه یهودیان قطب‌های مخالف علمی، مذهبی و مادی، غیر مادی و ماوراءالطبیعه یک نظریه است و حروف رمزی است که وحدت با مبدأ را نشان می‌دهد. یهوه این حروف رمز نیز وحدت با مبدأ را نشان می‌دهد. سورا یا تورا یا تارو حروف رمزی است که به همه شرقی‌ها و غربی‌ها نشان می‌دهد چگونه نیازها و الهام‌ها در آدم حوای ابدی به وحدت می‌رسد. آدم و حوا که سرمنشأ تمام شناخت‌ها و تمام باورهای ماست. پس درود بر همه کولی‌های چادرنشین که حفاظت از این ابزار شگفت‌انگیز، این چکیده ترکیب علوم باستان را به دانان مدیونیم. کار ما در این کتاب با تحقیقی در باب حروف جمل و اعداد شروع می شود و سپس به جزئیات ساختار سورا می پردازیم و جداگانه هر یک از قطعاتی که این دستگاه را می سازند مورد بررسی قرار می دهیم. در آنگاه طرز عمل هر یک از قطعات را نسبت به دیگری می سنجیم. ما باید کار خود را به دادن کلیدی منحصر سازیم که به وسیله یک ضابطه ترکیبی فرمول سنتتیک ساخته شده است. فقط وسایل کار را طوری آماده می کنیم تا هر کس بخواهد بتواند از آن استفاده کند و مطمئن هستیم که افراد ترتیب استفاده از آن را خواهند فهمید و سرانجام به ساده ترین شیوهی که ممکن بوده چگونگی تفاعل با سورا را بدان گونه که کولی‌ها عمل می‌کردند معرفی کردیم. برخی افراد گمان دارند نباید علوم خفیه را ظاهر کرد، لکن نمی‌توانند خرده‌ای بر ما بگیرند، زیرا تجربه نشان داده است که می‌توان همه چیز را بدون ترس گفت و افراد فقط آنچه را باید بفهمند می‌فهمند. برخی دیگر نوشته‌های ما را متهم می‌کنند به اینکه گنگ و غیر قابل فهم نوشته شده است. ما با گذاشتن جمله زیر بر ابتدای کتاب این مطلب را پیش بینی کردیم، منحصراً برای استفاده جویندگان حقیقت. این کتاب بررسی خاصی است از علوم قدیمه واقعی تا بتوانیم بر آزادی در برابر همه آن را انجام دهیم و شبیه است به داستان‌ها و تمثیل‌هایی که این همه در قدیم عزیز بوده و اینک بسیاری از افراد آن را فقط جلوه‌ای از یک تخیل جسورانه می‌دانند. هیچگاه نباید از سخن بی‌پرده ترسید. کلمه فقط به کسی اصابت می‌کند که باید به او اصابت کند. باری سخن من خطاب به شماست و همه شما فیلسوفان وحدت وجود، دشمن فرقه‌گرایی علمی، اجتماعی، مذهبی، به شماست که ثمره سالها کوششم را تقدیم می‌کنم. باشد که از این طریق بتوانم بر پایه معبدی همکاری کنم که شما به افتخار خداوند نامتناهی خواهید ساخت و در آنجا همه کس در ابدیت به پای خواهد خاست. و فصل دوم هستش که من چند خطی رو میخونم و بقیه رو به خودتون واگذار میکنم. اگر از این کتاب علوم خفیه خوشتون اومده برای خودتون میتونید تهیه کنید و تا انتها بخونید. مقدمه‌ای بر آشنایی با سورا. ما در شرف دگرگونی کامل شیوه های علمی خود هستیم. ماده‌گرایی هر آنچه در توان داشته بروز داده است و پژوهشگران که اغلب به اشتباه خود پی بردند منتظر آینده‌اند بیان که بخواهند بیش از این معطل شیوه خطای زمان حال شوند. تجزیه و تحلیل تا حد ممکن در تمام شقوق شناخت پیش رفته است و تنها باعث گودتر شدن خندقی شده که علوم را جدا می کند. ترکیب ضروری است، اما چگونه آن را به مرحله عمل درآوردیم؟ اگر لحظه‌ای به لطف دیگر به پیشرفت بی‌پایان و برتری محتوم نسل جدید بر نسل قدیم باور نکنیم، بدون شک در میابیم که تمدن عرفانی یافت می شود و همین کلمه است که بر فراز دروازه کلیساهای قدیمی گسترده شده. از 4 حرف عبری تشکیل شده و یهوه خوانده می شود.
در اسفار سخن از الوهیت آمده است و ساختار دستوری آن بدان گونه است که تمامی صفات خداوند را در بر دارد. بنابراین نیروهایی که به این کلمه متصف شده نقطه‌ای خاص به وجود می‌آورد که به آسانی دریچه نمادین صندوق الواح را خواهد گشود. صندوقی که شرح و تفسیر تمام علوم قدیم را در بر دارد و ما ناگزیریم در این باب وارد جزئیاتی چند شویم. این کلمه از 4 حرف یهوه تشکیل شده که ه در آن 2 بار تکرار شده. به هر حرف از الفبای عبری شماره‌ای منسوب است. ببینیم این 4 حرف چه اعدادی را در بر دارند. ه 5، واو 6، ی 10. بنابراین ارزش عددی مجموع 4 حرف یهوه 26 می باشد. حال ببینیم مفهوم هر یک از حروف چیست. ی نشانه اصل اشیاست. تمامی حروف الفبای عبری از ترکیب و جفت شدن حرف ی که برابر با 10 هستش به وجود آمدند. بررسی ترکیبی طبیعت عالمان قدیم را معتقد ساخت که فقط یک قانون تولیدهای طبیعی را رهبری می کند. این قانون که پایه قیاس است، واحد یا اصل را در مبدأ اشیا قرار می دهد و اشیا را چون انعکاس درجات مختلف این واحد و اصل به حساب می آورد. از طرفی ی به تنهایی تمام حروف و پس از آن تمام کلمات و تمام جملات را شکل می دهد. فقط تصویر این واحد و اصل است و شناخت آن بر کافران محجب است. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر از این کتاب‌های گروه متافیزیک دوست داریم برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. این کتاب بسیار زیباست و حتی در این کتاب میتونید علم تاروت رو هم فرا بگیرید و از فعال تاروت برای لذت بردن در زندگیتون استفاده کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.